نافرمانی مدنی. اولا نافرمانی بدنی همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی قوانینی که در کشور وجود داره ما تمرد میکنیم ازش. پس یک، برخلاف، یعنی اعمالی رو انجام میدیم که برخلاف قانون باشه، یعنی خارج از قانون باشه و این حق رو به ما قانون وجدان خودمون میده که تمرد بکنیم از قوانین کشور. پس یک، خلاف قانون بایستی باشه. دوم، بایستی علنی باشه، یعنی در این مورد کار مخفی نبایستی انجام بده. این دومین مسئله است، یعنی پروتست ها و اعتراضاتی که در خیابون ها هست، در کف خیابون هستش، نمونه بارز این نافرمانی مدنی هستش. سوم، بایستی بدون خشونت باشه، یعنی عاری از هر نوع خشونت باشه، بدون خشونت، همونطور که در روش مبارزاتی گاندی اون رو میبینیم. یعنی بسیار مشهور هست که مهاتما گاندی، رهبر مشهور هندوستان، کاملا بدون خشونت مبارزش رو به پیش برد. حتی بسیار هم گاندی رو مورد انتقاد قرار دادن که در مقابل ظلم طرف مقابل، در مقابل قتل و شکنجه که طرف مقابل که ما داریم باش مبارزه میکنیم، ما بدون خشونت هیچ برخوردی انجام نمیدیم. ولی خب این مبارزه نافرمانی مدنی بود که گاندی در پیش گرفته بود و عاری از هر گونه خشونت بود.